مقامات گمرک منطقه کراسنویارسک روسیه خبر داد که کارمندانش در فرودگاه کراسنویارسک از بغاج یک جوان 22 ساله زاده تاجیکستان که به دوشنبه پرواز میکرد چراغی را پیدا کردند که میتواند همچون الکتروشوکر نیز استفاده شود. این جوان میخواست از راهرو سبز باجخانه گذرد. از این راهرو تنها کسانی میتوانند استفاده برند که یگان مال برای اعلام کردن ندارند. کارمندان باجخانه این مسافر را ماند و بغاج او را تفتیش کردند. معلوم شد است که او با خود چراغ الکتروشوکر داشته است. تشخیص نشان داد است که این مال سلاح حساب می شود و باید در باجخانه از پیش اعلام می شد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات باجخانه کراسنویارسک، جوان تاجیک در جریان بازجویی گفته است که این مال را همچون چراغ خریده بود و حتی نمیدونست که آن را میتوان همچون الکتروشوکر هم استفاده برد. با وجود این چراغ الکتروشوکر را از دست او گرفتن نسبت به وی بر اساس ماده 16 کودکس قانون شکنی های ماموری روسیه با اتهام رعایت نکردن محدودیت های موجوده در راه به خارج روسیه و اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن مالها پرونده ماموری گشودند. به مسافر تاجیک که برای این چراغ از سفر ماند بر اساس این بند قانون تا 2500 روبل جریمه و مصادره الکتروشوکر تهدید میکند.